سلام، شبتون بخیر. من مطهرم و تازه برند پسته پارینا رو تازه که من مؤسس برند پسته پارینا و تازه یه کانال توی یوتیوب زدم چون دوست داشتم محصولاتمو خیلی از آدمای بیشتری بشناسن. البته قبلا هم کانال داشتم و احتمالا خیلیاتون با من آشنا باشین، ولی از الان تصمیم گرفتم که محصولاتمو هر شب بیام اینجا و برای شما هم معرفی کنم. حس میکنم اینطوری آدما بیشتر میتونن از محصولاتم استفاده کنن. حالا چرا محصولاتم خوبه؟ چون خالصه و هیچ افزودنی و شکری نداره و قطعا خیلی دنبال این موضوع. من الان داشتم توی اینستاگرام صحبت میکردم و استوری میگرفتم چون من یه پیج اونجا دارم، ولی دوست دارم اینجا هم بذارم براتون. از کدوم محصول شروع کنم؟ از اقتصادی ترین محصولم میخوام براتون شروع کنم که کره بادوم زمینی. قطعا هر کی توی خونه یه کره بادوم زمینی داره. حالا چرا میگم کره بادوم زمینی اقتصادیه؟ چون قیمتش نسبت به وزنش نسبت به کره های دیگه‌مون قیمت منطقی تری داره و هنوز بادوم زمینی بالا نرفته قیمتش نسبت به پسته کیلویی 5 میلیون. این وزن نیم کیلوی کره بادوم زمینی ماست که شاید خیلیاتون تستش کرده باشین. یه بافت خیلی نرمی داره و الان چون درش پلمپه نمیتونم براتون باز کنم. ما از یه جایی به بعد تصمیم گرفتیم که روی بسته‌بندیمون خیلی سرمایه گذاری کنیم. چرا؟ چون اولین چیزی که به دست مشتری میرسه و وقتی در جعبه رو باز میکنه بسته‌بندیه. حس میکنم بسته‌بندی باید حس خوب به مشتریمون بده. بخاطر همین این بسته‌بندی رو انتخاب کردیم. این بسته‌بندی چجوریه؟ یه چیز داره، اینو کلا برش میداری، پاره شونده است و این درب رو میذاری روش. حالا این درب حتی شما این توی این ظرف آب هم بریزید، وقتی این درب پلاستیکی روش بشه آب هم حتی ازش بیرون نمیاد و خیلی کلا خوبه. ببخشید اگر تون صدام پایینه چون که من روستام و میکروفون نیاوردم. ما کره بادوم زمینی دو مدل داریم. کره بادوم زمینی شکلاتی رژیمی هم داریم که با شکلات تلخ 70% و خیلی خوشمزه است. اونایی که عاشق طعم شکلاتی ان کره بادوم زمینی شکلاتی اونو بهتون پیشنهاد میدم. خیلی خوشمزه است. خودم چون اهل شکلات و کاکائو ام خیلی دوستش دارم. با شکلات تلخ 70% هم هست، یعنی شیرینیش خیلی پایینه. ما خودمون بهش چیز اضافه نمی کنیم. اونقدرم تلخ نیست که نتونیم بخورید. مزهش خیلی خوبه و اکثرا به همون سفارشش رو میدن. نسبت به کره فندق شکلات، ما کره فندق شکلات هم داریم، قیمتش خیلی بهتره. این وزن نیم کیلویی ماست. حالا من همین اول کار بهتون بگم، شاید دوست داشته باشین محصولاتمون رو سفارش بدید. ما سایت داریم و آدرس سایت رو تو دیسکریپشن براتون میذارم، یعنی تو همه ویدیوها براتون میذاریم و میتونید از سایت سفارش بدین چون راحت ترین راه دسترسیه. واتساپ نداریم فعلا، تلگرام داریم و پیج اینستاگرام داریم که پیج اینستاگراممون هم توی بیوگرافی براتون گذاشتیم. این از معرفی کره هامون توی بسته های نیم کیلویی که قابل سفارشه. کره بعدیمون که تقریبا پسته پارینا بعد این محصول بنا شد، کره پسته است. کره پسته نمیدونم تا حالا خوردین یا نه، ولی یه محصول کاملا خوشمزه است و پرفروش ترین محصول ما کره پسته است. چرا میگم پرفروش ترین؟ چون هفتگی شاید ما ازش 15 تا 20 کیلو بفروشیم. حالا چه تو بسته های کوچیک ترین بسته 650 گرمیه، بسته های نیم کیلویی، بسته های 1 کیلویی هم داریم. البته بسته های 1 کیلویی میشه 2 تا نیم کیلویی، ولی خب اندازش همین انقدره. کاملا مزه پسته رو میده، خالصه. ما پسته ها رو قبل از کره گیری تفت صنعتی میدیم. تفت صنعتی یعنی چی؟ یعنی اینکه با دستگاه‌های بزرگ، نه با قابلمه توی خونه، چون اصلاً به این بافت کره هامون نمیرسه. حالا توی این ویدیو نمیتونم بافت کره ها رو بهتون نشون بدم، ولی قطعاً توی ویدیو بعدی بافت کره ها رو بهتون نشون میدم تا خودتون بفهمید چقدر نرم
و چقدر عالیه برای استفاده کردن و بچه ها از 1 سالگی میتونن این کره پسته رو استفاده کنن. الان این 2 کره رو فعلا آوردم و یه محصول دیگه هم هست. حالا در مورد کره پسته بزنید در مورد کره پسته رو کامل کنم. کره پسته برای سیستم ایمنی بدن خیلی مناسبه و باعث تقویت اون میشه، برای کمخونی، برای رفع خستگی و اگر میخوای انرژی روزانه خوبی داشته باشین بهتون توصیه میکنم کره پسته رو حتما امتحان کنید. محصول بعدیمون که جزو فراورده های پسته است پودر پسته است. پودر پسته کارایی خیلی زیادی داره و اکثرا توی غذاها، دسرها و شیرینی ها میتونید ازش استفاده کنید. ما اول فقط بسته های 250 گرمی داشتیم ولی خب پستهشون محصول گرونیه، تصمیم گرفتیم که یه خورده اقتصادی ترش کنیم و اومدیم توی بسته های 80 گرمی براتون آماده کردیم که این 2 سایز کره پسته و پودر پسته جزو پرفروش ترین هامونن. چرا؟ چون که همه میتونن خریداری کنن و واقعا خیلی قیمتش اوکیه، مقدارش هم نسبت به هزینه‌ای که میکنید اوکی. پودر پسته‌مون ما از پسته های سبز استفاده نمی کنیم. چرا؟ پسته های خیلی سبز هیچ طعمی ندارن و به نظر من پودر پسته باید یه طعم خوبی به غذا بده. پسته های خیلی سبز الان نگاه هم کنین این خیلی سبز نیست ولی خب یه خورده قاطیش میکنیم که رنگ سبزی خوبی بگیره. از پسته های چرب و پسته های سبز قاطی میکنیم و براتون پودرش میکنیم. پسته های سبز خالص و پودر نمی کنیم ما براتون، چون برام مهمه که مزه پودر پسته‌مون خوب باشه و نمیتونم پسته که کالگه و هیچ مزه‌ای نداره استفاده کنم، چون محصولم و مشتریم برای من خیلی ارزشمنده. ولی توی کره پسته‌مون هم به سبزی چیز نیست، میبینید، چون از پسته های کاملا رسیده و چرب استفاده میکنیم. پسته های کاملا رسیده و چرب به اون سبزی که شما فکر میکنید نیست و به خاطر همینه که رنگش مثل اون سبزای چمنی و اینا نیست و بیشتر ما روی طعمش کار میکنیم و وقتی به دست مشتری میرسه واقعا از طعمش شگفت زده میشه، چون مزه خیلی خوبی داره. کره پسته‌مون و پودر پسته‌مون جزو پرفروش‌ترین هاست. کره بادوم زمینی که بهتون معرفی کردم چون قیمتش اقتصادی تره پرفروش‌ترینه. کلی کره دیگه هم داریم که من چون نمیخوام تایم این ویدیو زیاد بشه شبای دیگه میام و براتون معرفیش میکنم. خیلی ممنون میشم که توی این راه با من باشین و ما رو سابسکرایب کنید، چون که ما برای برندمون، یعنی من برای برندم خیلی زحمت کشیدم و الان که این کانال رو زدم کلی امید دارم که کلی دوست خوب به جمعمون اضافه شه و با محصولات من یا محصولات ما آشنا بشه. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودین. دوستتون دارم. شبتون بخیر.